حیات شاهزر علامه باباجان غفورов تاجیکان. تاریخ قدیمترین، قدیم، عصر میانه و دوره نو. گفتار 28. اثر تاجیکان شعله‌ای بود که به صفحه‌های تاریک و فراموش گشته تاریخ ملت تاجیک روشنی انداخته پدیده‌های خودشناسی و افتخار ملی را تکمیل داد. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان. آسیای میانه در دوره کوشانیان. از عصرهای 3-2 پیش از میلاد سر کرده دلورزین تپه مرکز ناحیه کلان زراعتکاری می گردد. طرح انیق و دقیق 4 گوشه شهر که گرد و اطرافش حصاری مستحکمی دارد دلالت می کند که آن از روی نقشه پیشکی ساخته شده بود. از بناهای آن قصرهای اشرافان جالب دقت است که تالاری عظیم ستونداری تشریفات و گرداگرد دالان دارد که به خانه های سرشماری استقامتی و خواجگی از این دالان گذشتن ممکن بود. در یکی از این خانه ها کوزچه‌ای یافت شد که پر از چیزهای طلایی می باشد. در محله های دیگری شهر بناهای عادی تر هم مفصل تدقیق کرده شدند. علل خصوص گذری کلالان جالب دقت است که خمدان ها اساساً از همین جا کشف شدند. در زرتپه که از افتکار مرکز قدیمی آبیاری بوده است حفریات بینای کلان سر شد که آن در مرکز دیمنه واقع می باشد و ظاهراً به قصر شباهت دارد. در قریبی شهر نو هم یک شهر کلان بود که طول دیوارهای آن به 7 کیلومتر و وسعت عمومی میدانش به 350 هکتار می رسید. از اینجا غیر از تنگه ها باشه های عجایبی یافت شده اند که در آن تصویر سنگی آدمان و حیوان افسانوی دیده می شود. شهر کیقوباد شاه ریان شهر توس که هنوز در دوره یونان و باختر تأسیس یافته بود در دوره کوشانیان نیز وجود داشت و در ناحیه پایاناب کافرنیهان مرکز کلان منطقه زراعتکاری بود. شهر دیوارهای مستحکم مدافعوی داشت که میدان 4 کنجه شهر را احاطه کرده بود. در طرف دراز این 4 کنجه 9 برج و در طرف کوتاه آن 7 برج به نظر می رسید. غیر از این در هر گوشه نیز گلدسته‌ای بود. همه برج ها 4 کنجه اند. حفریات بعضی قسم های دیوار نشان داد که از درون قد دیوار دالانی طول می کشید و آن به چند قسم تقسیم شده بود. پیوسته به دالان خانه های 4 کنجه جای داشتند. از اینجا اشیای زیادی از جمله سفالات، هیکلچه ها، اسباب زیب و زینت به دست آمد. از یابان حاضره 8 کیلومتر دورتر دیگر یک شهری کوشانی واقع بود. وسعت این شهر به 40 هکتار می رسید. اینجا دنگی هست که به ارک شباهت دارد. پیوسته به این دنگی تپه‌ای هست، بلندیش 8 متر، وسعتش 380-200 متر می باشد. تمام این میدان را دیوار پیچانیده گرفته است. بیرون از این دیوار بعضی حوری های علاهیده و سغانه ها واقع بودند. حفریات اساساً در میدان ارک و اینچنین در دیگر جایها گذرانده شد. قطاری امارت ها یافت شدند که خانه های نچندان کلان بوده گروه گروه قدقدی 2 طرفی تنگکوچه یا راهروی سربسته جای گرفتند. در دوره های آخر خانه ها احتمال 2 آشیانه بودند. باقی مانده های امارت های دوره های پیشتر هم یافت شدند. طبقه 10 متری ارک از باقی مانده های امارت های 5 دوره عبارت می باشد
و ضمناً سنه طبقه از همه پایان عصر یکمی تا میلاد و حدود ایره نو و سنه طبقه از همه بالا عصرهای 4-5 ایره نو است. تحولات مدنیت مادی علل خصوص تحولات صنعت کلاری روشن به نظر می رسد. از اینجا اشیای استخوانی مثلا سوزنک سرکش منقش، ظرف و جهازی فلوزی، اغورچه ها، دستاسها و غیره یافت شدند. مثال دهه خردکک زراعتکاری دوره کوشانیان در باختر شمالی منزلگاه آق قرغان می باشد که در قریبی شهر حاضره شیرآبادی ولایت سرخاندریا واقع است. این منزلگاه نه آنقدر کلان است که مساحتش از 0.5 هکتار اندکی زیاد می باشد و عبارت از چند بناهای بسیار خانه است که آنها با تنگکوچه ها از هم جدا کرده شده‌اند. موافق معلومات ارخئولوژی مشغولیت اساسی اهالی زراعتکاری، چارواداری و میده کاسبی بود. همین گونه منزلگاه ها در ریان شهرتوزی تاجیکستان، قبادیان قدیمی، تپه شاه، آخ تپه دو و غیره حفریات شده ایستادند. یکی از مشهورترین آثار این دوره مجموعه خالچیان قریبی دهنو می باشد. در اینجا در خانقاه تپه مثلا بینای قصری یا معبدی هست. پیش این عمارت به نمودی ایوانی 4 ستونداری درازیش 16.5 متره ساخته شده است. از این ایوان به واسطه 3 در، 1 دری مابینی و 2 دری پهلویی به تالار در آمدن ممکن که برش خیلی طولانی است. از پیشگاه تالار دری گشاده می شود که به خانه 2 ستوندار می برد. غیر از این خانه و دالان‌های علاوگی هستند. دیوارهای این خانه ها با هیکلچه نهایت زیبای سفاری که کمپوزیسیاهای مکمل را تشکیل می دهند و با رسمها آرا یافته‌اند. از خانقاه تپه دیگر خیل عمارت‌ها از جمله بناهای 2 آشیانه یافت شده‌اند. سوخت، فرغانه، چاچ، خوارزم. شهر و منزل‌های دوره کوشانیان سوخت، فرغانه، چاچ نسبت به شهر و منزل‌های دوره کوشانیان باختر شمالی خیلی کمتر تدقیق شده. کلانترین شهر آن دوره سمرقند بود. در سوخت دیگر منزل‌های خردتر هم وجود داشتند که از جمله آنها دیزکی تلی برزو را نامبر کردن ممکن. در ناحیه فرغانه و استرفشن قریبی بیکاباد دیمنه منچاق تپه دهه در جای قلعه لینین آباد در قریبی اشت، شوراب شت، جین تپه و غیره منزل ها هستند. مدنیت مادی منزل های فرغانه خصوصیتی به خود خاص داشت. در خود داخلی فرغانه هم فرقیت های کلان به نظر می رسد. در ناحیه مجرای مابین سیردریا در خاک ولایت فرغانه و اطراف آن مدنیت رواج می یابد که از نام منزل قوونچی و سغانه جونا مدنیت قوونچی و جونا نام گرفته است. طبقه های پایانی منزل قوونچی به عصرهای 2-1 پیش از میلاد منسوبند و آن تا میانه های 1000 ساله 1 پیش از میلاد وجود داشت. دیمنه های منگریق، آلیمبای تپه، کیهن تپه، آخ تپه و شبوشقم تپه و غیره به همین دوره تعلق دارند. در خوارزم هم شهر و منزل‌های بسیاری بود. از همه مفصل‌تر شهری تدقیق شده است که حالا توپراق قلعه نام گرفته است. طرح شهر راستگونجه بوده، اطراف آن
از خشت خام دیواری دارد که در آن تیرکش و برج‌ها بودند. از مابین شهر کوچه‌ای تنگی می‌گذشت و در دو طرف آن محله‌های کلان جایگیر بودند. بنای اساسی شهر قصری محتشم سه برجه‌ای بود که آن قرارگاه آل شاهان خوارزم حساب می‌شد. این قلعه فتح ناپذیر که به بلندی 25 متر قد افراخته بود، نمودی با صلابتی داشت. میانجای قصر میدان فراخ 80 بر 80 متر بود. خانه ها دو آشیانه بودند. یک چند تالارهای کلان از جمله تالاری عظیم، تالاری شاهان، وسعتش 280 متر کوادراتی یافت شده. تک تک دیواری تالاری شاهان قطار قطار صوفچه ها ساخته، آنها را با دیوارچه های پست از هم جدا کرده. در این صوفچه ها مجسمه های گذاشته شدند که شاه و ملکه و اعیان و اشراف خوارزم و این چنین خداها را تصویر می نمایند. در دیوار و درون تاقچه ها صورت های بی نهایت دلکش کشیده شدند. دیگر خانه و تالارهای قصر هم با مجسمه و هیکلچه ها و با نقش و نگار زینت یافتند. از بناهای خواجگی همان بناهایی را نام بردن لازم که گویا یک نوع قورخانه‌ای بودند. این چنین باقی مانده های ارخیو به دست آمدند. اقتصادیات آسیای میانه در دوره کوشانیان. خواجگی قشلاق، آبیاری. تدقیق مفصل ارخئولوژی میدانهای فراخ نشان می‌دهد که در آن دوره تمام ناحیه‌های اساسی آسیای میانه برای زراعت استفاده می‌شدند. در وادی‌ها با کشت و کار، اساساً کشت و کاری آبی و چارواداری مشغول بودند. علل خصوص ایریگاسیا نهایت رواج یافته بود. در خوارزم، در وادی زرافشان و در دیگر جایها کانال‌های بسیاری کافته شدند. کانال‌های قدیمی دوره کوشانیان در خاک تاجیکستان هم مثلا در وادی وخش یافت شدند. برای آبیاری نه فقط آبی دریا بلکه آبی چشمه ها نیز که در آن دوره بیشک خیلی بسیار بودند استفاده می شدند. مثلا در شمال وادی وخش زمین ها اساساً از کانال دریای وخش آب می خوردند. ولی یک چند منزل ها مثلا دمنه حلقجری قریبی پسیالکه اویلی از دریا خیلی بالا جای گرفته بود که حاضر به زمین های آنجا فقط با نساس آب می برارد. در دوره کوشانیان تمامی زمین های این منزل ها از آب چشمه های کوهی شاداب بودند. در عین حال چنان که در وادی یاوان معمول بود، در اینجا هم للمیکاری می کردند. للمیکاری در ناحیه های دامنه کوه ها و در کوهستان نیز رسم بود. در دوره کوشانیان سراسری وادی زرافشان بالا تا مسچاه حاضره از خود شده بود. معلوم که تکنیک زراعت بی نهایت ساده بود. فقط در آبیاری پیشروی کلان به نظر می رسد. هنگام حفریات تلی برزو پازه آهنین یافت شد. از عصر 1 میلادی آسیا معمول شدن گرفت. قدیمترین دستاس‌ها از سغانه‌ای در کوه قرامزار به دست ما رسیده. اول آسیا خیلی خرد بود، بعد کلان شدن گرفت و اندازه آنها علل خصوص در عصرهای 3-4 خیلی کلان شده رفت. مأخذهای خطی و بازیافت‌های ارخئولوژی شهادت می‌دهند که در دوره کوشانیان زراعتکاران آسیای میانه تمام انواع زراعتی در عصرهای میانه هم معمول را، زراعت غله، تکنیکی، انگور و میوه و علف و خاشاک
کشت می کردند و پرورش می نمودند. نهایت زیاد بودن انواع زراعت جالب دقت است. مثلا در عصرهای 3-4 میلادی در خوارزم هم نوعی مخصوصی شرابی و هم خوراکی انگور رویانده می شد. به طفیل سلکسیه خلقی که از اولاد به اولاد ادامه داشت، نوعهای سرحاصل زراعت پیدا شدند که به شرایط محل خیلی موافق و مناسب بودند. بی سبب نیست که خلقهای کشورهای با آسیای میانه همسایه بسیار انواع زراعت را محض از مردم آسیای میانه یاد گرفتند. مثلا ختایی ها کشتی یونچقه و پرورش چارمغز را از خلقهای آسیای میانه یاد گرفتند. در وادی‌های بین کوهی، مثلا در وادی فرغانه، بر این جایها چارواداری ییلاوی رونق داشت و این گونه چارواداران حیاتی نیم کوچمنچگی به سر می بردند. چاروای خوشذات فرغانه، علل خصوص اسب‌های فرغانه، مثل پیشینه باعث حسودی همسایگان بود و در خارج فرغانه بسیار به فروش می رفت. آسیای میانه در دوره کوشانیان. بناکاری و هنرمندی. هنگام حفریات ارخئولوژی چنین نمودهای عمارت و انشاءات یافت شدند. قصرها، معبدها، بناهای استقامتی، کارخانه‌ها، انبارها، قلعه‌ها، انشاءات آبیاری و غیره. اکثر این عمارت و انشاءات علاهیده نبوده، بلکه پیوسته با دیگر نمودها بنا یافتند. وظیفه و تعیینات این یا آن عمارت و انشاءات را انیق مقرر کردن ممکن نیست. مثلا قصر خالچیان احتمال قصر نی بلکه معبد باشد. های جمعیتی عادتا خیلی محتشم می باشد. قصر و کاخ حاکمان نهایت کلان بوده، در بالای یگان بلندی ساخته می شدند و در اطراف خود دیواری مستحکم داشتند. تالارهای وسیع شیف بلند با مجسمه و هیکلها و نقش و نگار زیاد زینت داده می شدند. دیواری بناها عادتا خیلی غفص بود. در بین عبادتگاه ها باشد بعضا معبدهای خرد هم دچار می شوند. مثلا میانجای معبد بودایی حیرتان در قریبی ترمیز خیلی تنگ است، ولی همین معبد هم آرایشات عجایبی دارد. عرقه مشهوری حیرتان. صفت عمارت‌های منزلگاه‌های خرد زراعتکاری آنقدر بلند نبود. اکثر این عمارت‌ها خانه‌چه‌های گیلینی امانت ساخته شده‌ای می‌باشند. آنها دو و یا سه به هم پیوست شده در اطراف حوریچه‌های خرد گرد آورده شده‌اند. عمارت‌های مرکزهای کلان شهری با صنعت بلندی بناکاری ساخته شده‌اند. اساس این صنعت نقشه یگانه بناسازی می باشد، ولی راست دیگر این نقشه در هر جا هر خیل به عمل تطبیق کرده می شد. ولی عموماً اساس این نقشه همین بود که خانه های مهمی تشریفاتی پی هم در یک قطار جای می گرفت. مثلا ایوان، در پس آن دهلیز، در پس دهلیز تالار و گرداگرد بنا دالان و پیوسته به آن خانه‌های گوناگونی خواجگی و معیشی. با آثار گوناگون خاص بودن یک نقشه و اصول عمومی بناسازی از افتکار به ما حق می دهد ادعا کنیم که اصول مخصوصی معماری باختری
تشکل یافته بود و آن از دوره‌های تاکوشانی برمی آید. در عین حال گوناگون بودن ساخت و صفت بناها شهادت می دهد که تقسیمات مال و ملکی جمعیت وجود داشت. مهندسان قلعه‌ساز آسیای میانه کامیابی‌های کلان به دست آوردند. دیوارهای رخنه‌ناپذیر قلعه‌ها که آنها را برج‌های آویزه، سد مرکب تگ دروازه و تیرکش‌های سیرشمار باز هم مستحکم‌تر می‌کردند، صنعت قلعه‌سازی آسیای میانه را به درجه بهترین صنعت قلعه‌سازی آن دوره بالا برداشته بودند. در وادی‌های پامیر غربی، قهقهه و یمچون بر این قلعه‌های عظیم ساختند که در سری راه‌های اساسی واقع بودند و سلسله استحکام‌های دراز مدتی به همدیگر علاقمند را تشکیل می‌کردند. مصالح بناکاری گوناگون بود. برای دیوارزنی عادتاً پاخسه و خشت خام را استفاده می‌بردند. خشت خام معمول بود که اندازه پهلوهای آن از 32 تا 44 سانتی متر می آمد. در کوهستان برای دیوارزنی تخت سنگ هم به کار می رفت. خشت پخته کم استفاده می شد. آسیای میانه در دوره کوشانیان. در باختر به شرافت ادامه داشتن طرز و اصولهای بناکاری ایلینی و موجود بودن مصالح لازمه طبیعی بناکاری، در ساختمان قسمهای اساسی بنا و آرایش آن مصالح سنگی را بسیار استعمال می کردند. پای ستونهای سنگین گرده که آن را پای ستونهای مقرری هم می نامند و پای ستونهای مرکب نقش گوناگون شکلی انتیقی، تنه‌های سنگین ستونها باشه‌های بغایت بزیب و شینم سنگین که به باشه‌های نوعی کارینفی تقلیداً ساخته شده اند و این نوعی باشه را انکشاف می‌دهند. مثلا در باشه‌ای که در شهر نو یافت شد صورت انسان و گریفان ها هست. ته کرسی سنگین ستونهای چارتراشی سنگین که نیمه آن در مغز دیوار می باشد از همین قبیل. تنه ستون و بالار را بسیار وقت از چوب هم می کردند. در بام پوشی سفال پاره ها هم استفاده می شد. اصول بام پوشی هم دو خیل بود: اصول ستون بر بالار و اصول بی ستونی گنبزی. در آمد گپ با اصول بی ستونی گنبزی فقط بالای بناهای نه چندان کلان پوشیده می شد. سقف‌ها با اصول قلمه مائل تهیه می گردید. اثری تاجیکان شعله‌ای بود که به صحیفه‌های تاریک و فراموش گشته تاریخ ملت تاجیک روشنی انداخته، پدیده‌های خودشناسی و افتخار ملی را تکمیل داد. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان. هنرمندی هم در شهرهای کلان و هم در دهه‌های خرد رونق و رواج یافته بود. ما این را به طفیل یافت شدن اشیای سرشماری مدنیت مادی و دکان و استاخانه‌های بسیار نقص می‌دانیم. مثلا از بسیار جایها آثار دکان‌های کلاری پدید آمدند. معلوم که کلالان چند خیل کوره و خمدان داشتند. هیکلچه های سفاری هم در همین کوره و خمدان ها پخته می شدند. در نتیجه حفریات مصنوعات سفاری خیلی بسیار دسترس شده است. نوع و نمودی ظرف ها شمار ندارد. صفت ظرف ها خصوصاً ظرف های خوراکخوری و جام ها به غایت بلند است.
مثلا جام‌هایی که از سغانه توپخانه در حصار به دست آمده‌اند نهایت نازک و نفیس بوده به درجه عالی صیقل داده شده. از مابین 2000 سال گذشته است ولی حالا هم کس به آنها ناخن زند مثل جام‌های بلورین جرنگاس می زند. ظرف‌های ضیافت نقش و نگاری گوناگونی مقرنسی دارند و دسته آنها در شکل و نمودی پرپیچ و تابی زیبا ساخته شده است. اسباب و اشیای متلی روزگار و زینت قریب در همه جا استحصال کرده می شد. ظرف‌های برنجی، شمعدان‌ها، آینه‌ها، دستپانه‌ها، گوشواره‌ها، انگشترین‌های گوناگون را مردم بسیار استفاده می بردند. انواع این قبیل اسباب و اشیا سیر شمار و صفت آن بلند است. قالب‌های ریختگری به دست آمدند که به واسطه آنها این اسباب و اشیا ساخته می شدند. انواع اشیای شیشگین هم خیلی بسیار است. علل خصوص بسیار شده یافت شده است و در بین آنها شده های نقشینی درخشان به دست آمدند که به 100 رنگ تابش دارند. شده نقشینی یافت شده است که در آن تصویر آدم هست. خصوصاً شده دو قبطه زرندود نمودی حیرت انگیز دارد. در مغز آن اندک زرورقی نهایت تنک مانده، بعد با شیشه نفیسی شفاف روکش کردند. آسیای میانه